دزگاه خیرخوازی بارزانی لعفرین روجاوای کردستان مازوانی ریسپی و کسایتین هرمی کرد. آرمانجا مازوانی او بو سرساغی سرکردایتی باشور کردستان بگهینه روجاوای کردستانی. هفدم بحث هفکاری دزگاه نافبوری با روجاوای کردستان هات کرن. جناب سروک بارزانی جناب سروک حریم کردستان سروک حکومت حریم کردستان و همه خلق کردستان براستی آنها دل همه الجنة کارساتک مزنه کارساتک نقوشه و بری به کارساتش ما هرگاه روژا چه بونا دزگاه خیرخوازی بارزانی محاول دایا فهم بگهین عدد چه بید گلک ویری هبن شایدی آوی اکی بو مبکن و ما چند محاوله کریه که بگهین لی قدر چه نبوا براست دريكا كردارا دريكا يو ان ارا دريكا سازين دولتي داده هر ريك كده ما محاوله كرديه بجهل تیمک دزگاه خیرخوازی بارزانی با آرمانجا گهاندن آلیکاری روجاوای کردستان نه و آلیکاری بسر مقدور عدهجا شش سبات دا دابشت کن. لگور راپور آلیکاری دزگاه خیرخوازی بارزانی یکم کاروان هفکاری دزگاه نافبوری با عفرینه روژا 11 سبات هاتیه شاندن. و جه 13 بار هلگرام پیک دهات که خوراک، آف، جلوبرگ، بطانی و درمان لخوا دگره. بریا وی آلیکاری زیده 3000 مالبات سودمند بود. ان شاء الله هالتنميات مليئه ويكون رحيم برازاني هركسك دبار يجينا شهيد بيا رحمتي بيا لله الفاتحه. روژا 13 سبات کاروانا دیما آلیکاری دزگاه خیرخوازی بارزانی گیشت سینور عفرینه و لگور دزگاه نافبوری او هفکاری چادر، بطانی و آلاوین آواهی سازی پیکتین و بسر خلق مقدور داتین دابش کرن. جغی نیویجی دزگاه خیرخوازی بارزانی دبیجه ده چند روژن پیشتا تیم پزشکی دشینن حریم عفرینه.